بینندگان عزیز 19 روز به عید رمضان مانده، اما این تا 400 هم گفتیم دیگه آخر. شما 300 هم شده ندادیم. یک باز کنین، یک ببخشین دیگه. خدا ببخش. بولانی را دیگه بیروبار و ازدحامش اینمی وطندار عزیز ماست و چند دانه همسایه دارن. شفای عاجل نصیب بکنه. جان بده. برو بخیر. مصروف پختن بولانی هستیم. مصروف پختن بولانی است. در محفل بنشین قدرت را گران داند، رفاقت با کسانی که از مردی خبر دارد. آقا بیادری. بله. تکه شما ما پیشتر متوجه بودیم اینجا بسیار ارزان است. همین تکه را در دکانا شاید 120 افغانی 130 افغانی بگوید. مزار شریف هم از در ولایت یک نمایندگی داره. در مزار شتران نمیجا است دیگه. نه اینجا هم است، پیشتر هم است، راسته سه دکان هم است. فردا بخیر برای 3 نفر مواد خوراکی میگیریم. یکی نصیب قسمت کی میشه دیگه را خدا میدونه. و مالی که ما وارد میکنیم قیمت میه. کسی که میخواد مال با کیفیت استفاده بکنه باید چیزای خوب بگیرد. بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به چنل جدید ما خوش آمدید. امروز 11 مارچ 11مین روز ماه مبارک رمضان و 21 ماه 1403. حیات الله ساقزی در خدمت شماست. اگر در سرچ یوتیوب ما را به نام مزار مایک نمیکشد، در این صدای افغان نوشته کنین، در انگلیسی افغان وایس هم نوشته کنین، حتما میکشید، چون قبلا این چنل به نام صدای افغان یا افغان وایس بود که ما نامش تغییر دادیم، مزار مایک ماندیم. اگر از توضیح دیروز ما، از گزارش دیشب ما شما ناراحت شده باشین، ما پوزش میخوایم، چون این اولین تجربه ما بود که در سرک‌های عمومی برای افراد مستحق مواد خوراکی توزیع بکنیم. شاید یک نفر ما خوش ساخته باشیم، 2-3 نفره که مثلا به اون ما ندادیم شاید ناراحت شده باشن، چون شما دیدین که ما زمانی که برای یک نفر تسلیم میکردیم 3-4 نفر میرسیدیم، اما برای بعضیشان ما شماره داده بودیم، گفتیم زنگ بزنین، امیدوار هستیم که زنگ بزنه و برای کسا هم ما مواد خوراکی بگیریم. از پول ارسال شده بی شکیلا ما برای یک نفر درست پیش شما دیدین یک غلطه خریدیم و مواد خوراکی به مبلغ 4000 افغانی 4040 افغانی شد فکر میکنم. اینجا در بک‌گراند میبینین یک خاله است، رفتم تحقیق کردم، آفرین و 100 آفرین به غیرتشون. میریم ما از همینجا امروزشان صحبت میکنم و از پول باقی مانده بی شکلا که شاید برای 4 نفر ما مواد خوراکی بگیریم. یک نفرش نمی خانم است، نمی مادر عزیز است. میریم ما از همینجا میریم، همکارم خودت نیا، امروزشان همینجا گپ خلاص میکنیم، یک چند لحظه صحبت میکنیم، بعد تنها خودم امروزشان میریم منډوی، چون حال در منډوی همه کس ما را شناخته، ما میبریم 10 نفر 20 نفر غلطکوان جمع میشه. ما دیگه اونجا کامرا را نمیبریم، فقط میریم برشان مواد خوراکی میگیریم، یک تصویر از تلفن میگیریم برشان تسلیم میکنیم. همکارم همینجا باش، ما خودم میریم پیشون معرفی میشن چند لحظه که اون اونجا نشسته هستن، بریم امروزشان صحبت بکنیم که چند نفر نانخور دارن. یه را پرسان میکنیم. خاله جان سلام علیکم. بشین. چه حال دارین؟ خوب هستی؟ بخیر صحتمند؟ سلامت باشین. چند نفر خانه نانخور دارین؟ 6 سال نانخورم. 6 سال. شوهرتون چه کار میکنه؟ در این روزا کار میکنه؟ خب به چی ضرورت دارین؟ به چی نیاز دارین؟ رمضان نداریم، خرچ خانه داریم. خب خرچ خانه درست. ما از پول یک مادر که از کالیفرنیا آمریکا برای ما ارسال کرده به نام بی شکیلا، بر شما یک مقدار مواد خوراکی میگیریم. این پول البته از ما نیست، ما یک وسیله هستیم، برای صرف صفحه در روی شما را قبول بکنید. سلامت باشین دیگه. ما از بی شکیلا یک تشکری ویژه میکنم که در کنار همچین افراد قرار میگیرن. سلامت. سلامت. خیلی ما شما میریم منډوی، همونجا باز براتون مواد خوراکی میگیریم. صحیح است؟ خدا حافظ. بینندگان عزیز 19 روز به عید رمضان مانده، اما وقت تمام منطقه از میوه خشک و طرف تکاس پر شده.
اینجا یک وطندارم یک چند پوستین آورده بود ماکتون میرفت ماکتون باش نرو که من برات یک چند لحظه کار دارم گفتم پرسان کنم که قیمت‌های عزیز چند است. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت. نامتون؟ زبیبولا. زبی جان این پوست چی هستی؟ این گوسفندای خارج هست جانی. گوسفندای خارجی؟ بله از خارج میاد. این به خاطر چی استفاده میشه؟ این برای یعنی پایباکا زیر پای انداختن پای دردی و کمر دردی فایده داره. یعنی مثل نمد ولی کار میکنه؟ بله. یگان تا که از نمد استفاده میکنه اینا هم کار میکنه؟ از نمد کاهی بیشتر است. چی میگی؟ این قیمتش چند است؟ یا فرق میکنه هر کدامش؟ 50 بس. اینی کلان چند است؟ این تا 400 هم گفتیم دیگه آخر. شما 300 هم شده ندادیم. یک باز کنین یک ببخشین دیگه. خدا ببخشه. ما مبارک رمضان هم از شما رو سرگردان ساختیم. پوست گرگ است. از عثمان قرض گرفته. نه پوست گرگ نیست گوسفند است. از عثمان قرض گرفته. این چیش جدا نمیشه این؟ نه جان من اوه بشک این طرفشان دور بده. ها این قیمت آخرش چند گفتین؟ آخر 3.5 هم گفتیم. تا 300 بای شده. بله. تا 300 بای شده. بله. ندادین؟ نه ندادیم. دیسلاپ کردی یا نه ایره بگو؟ نه دیسلاپ کردیم. شکر است. ها الهی شکر. بین. آدم ناشکری نکنه. گوسفند است از چی است؟ از گوسفند است. یک دقیقه ببخشید. این چند است؟ اینو 50 افغانی. از کجا میگیری باز خودت؟ ایرا دستور میاریم. دستور جور میشه یا اونا از خارج میره؟ از خارج میاد مقصدی که چی میشه؟ اینا رو اونا قیچی میکنه چی قسم است؟ نه هم تو جور کتگی میاد. جوردکی میاد؟ بله. جور شده میاد بهشک. یعنی خیلی خوبش بده والا. یه جانت بنداز دیگه پیشین در کمره گوسفندا هیچ کس نمیشناسه که انسان است یا گوسفند است. به هر صورت مرا کدی شده خانه آباد سلامت باشید بخیر باشید. بینندگان عزیز قطعی وطندار ما در اینجا مصاحبه کرده بودیم چند روز پیش در مندوی اونجا چی میفروخت مربا نه؟ بله مربا. همون چینل هم خراب شده رفت. نظر کردی چی بالا؟ ها؟ والا دیگه. حالا از من پرسان میکنم ویدیو مرا چه کردی؟ من تنها ویدیو خودت بازارها نفر ویدیوش به هر صورت رفت تو طرف. حالا فکر میکنم پس در جای خودت آمده. بله اونجا کی روان کردی؟ یه برادر دیگه روان کردیم. تو صبح وقت آمده که فکر میکنم. والا دیگه آماده شده جان. صبح خود بعد از 4 بجه آمده شد. شما این 2 بجه آمده گرفتید. شاید 1 بجه آمدیم به خاطر اینکه طالب برادر خوردیم استاد اینجا. حالا فعلا خودم بودم آنجا. در افطارم کسی صبح میگیره باشه؟ بله چرا نمیگیره؟ میوه خشک همسایه چی وقت آمده اینجا؟ این بچه همه مس فکر کو دیگه. این همسایه سلام. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ الحمدلله شکر. همچینیت است بیادرت است؟ بله بیادرم. سلام خوب هستین؟ بخیر سلامت بخیر باشید. نامتون؟ عبدالعزیز. عزیز جان تنها در ماه مبارک رمضان میوه خشک میفروشی یا دکان داری؟ بله تنها ماه مبارک رمضان عیدای قربان همین وقت میوه خشک میفروشی. دیگه وقت با چیکار میکنین؟ دیگه وقت قسمم کو بکشی است. والدی تجربه داری یا دفعه چندم است؟ عید چندم است؟ رمضان چندم است؟ شاید 20 باشه. خیلی وقت است که کارو میکنم. چند روز بشه اینجا آمدید؟ اینجا 3 روز نشه آمده. 3 روز؟ بله. قیمت میوه خشک چطور است؟ خوب است شکر است الحمدلله. اینا را از بازار مشترک میاره یا از کجا از زمین شما میخرید؟ این وطنی است و بسکیت‌های دیگه کس تاشکندی است. کدام یک سر پیش اینا کس تاشکندی است. این تاشکندی است. بله. این گردش است. اونو بسکیت‌ها هم که من ازبکی است. اینا کس وطنی است. ما در نزدیک یک بچش یک سایکو به شک تو حالا سلامت. بله ما در نزدیکای عید باز برای مردم میوه خشک میخریم. بله. امیدوار هستم باز قد شما سر بخوریم باز خوبم تا ارزان برشان بتیم. ان شاء چرا نه 1000 دفعه ما دفعه. تا عید خو ان شاء الله هستی نمیجا. بله 100% دیگه بیادریم. آشنا خدا یک ده بیادر داری خودت. چیت میشه؟ این دیگه بچه خاله است بچه کاکا است بچه هم است. هر چیز که بگی تاج سر است. تاج سر است واقعا خیلی خوش اخلاق بچه است. دسلاپ کردی یعنی گیره بگرستی؟ بله الحمدلله شکر دسلاپ. چند بجه آمدین اینجا؟ اینجا صبحی ساعت 8 صبحی ساعت 6. اینجا همه جا پاس جمع کردن نمیبرن، همه جا بسته میکنین؟ بله داخل
داخل انوری میمانه میشه جمع میشه کنن ترپل. امرای ما مبارک رمضان چطور است؟ الحمدلله شکر. گشنه. امروز یکم سر ما سختی کرده. چی سری نکرده بودی چطور یکم؟ سری نکرده بودیم والا دخم مونده. به شک. از این وطندار ما یک چیز میشنویم نام خدا بسیار خوب جانانه میگویند. پیشتر برای ما یک اشاره داشتین. میخوام یک دوباره بشنوم که هموطنان عزیز ما بشنون. ما را نتوان سیاه میان جمع خندان ما خسته ترین چهره تصویر جهانه. الله. اما یک چیز دیگر در تو به ماه مبارک رمضان گفتیم بسیار خوش اومد اگه ما رو بگویین. میگه ای بنده تو سخت بی وفایی از شهر به سوی ما نیایی آن وقت درد بدم به جان زارت زاری میگه به دربار مایی آن وقت درد شفا ببخشم آسوده شوی دیگر نیایی بازا هران چه سی بازا گر کافر رو گر بود پرستی بازا این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست 100 بار اگر تو به شکستی بازا 100 بار اگر تو به شکستی باز جوابش داری؟ والا خوبش گفت. جوابش داری؟ والا جوابش خود دارم اما یکم شری ضعیفتر از دیگه. خب بگو خیرت میشنه. در محفل بنشین قدرت را گران داند در محفل بنشین قدرت را گران داند رفاقت با کسانی که از مردی خبر دارد بیادری. بله سلامت قربانتان. کاش که در افطار همینجا میشدم که صبحتان یک باز نوشیجان میکردیم. سلامت. روزت بخیر بیا با میوه رایگان است. الله نه رایگان نه چیکو فایده بگی کم بگی. از مردم اگه 10 میگیریم از 5 میگیریم. بیخی صحیح. بخاطر که من برای غریب میخرم بخیر. ما باز پیش ما بیاد سر 4 سالگی اونجا میوه بخیر میندازم باز. خب اول خال دهی وعده دادی. در روزی بلخ هم بازم میوه میندازم. قربانتان بخیر باشه. چند بتون بابا؟ نه می خودت بگو چند بتون براتون. مرا یک هزارم بتونه سیر نمیشه. دل خودت خرج میتونه بتونه. نتیم میبرم. امروز چند کار کردی؟ دو روز کار نکردیم. چند نفر نانخور داری؟ 8 نفر. 8 نفر؟ اما دروغ هم نمیگم 4 تا صغیری که هیچ کسی کونه داره امورای از یه مسلمان ها میتونه باشم پیش بردن نمیتونم دیگه بچه. چی میگی والا؟ اینه میره با همون صغیرها ببر. قربان شما که ولی بدی نواسم تو را پوچه کنم. سلامت. این کیس از پول یک شادخت است به نام قدسی است از خارج برای ما ارسال کرده. او بیچاره مریض است فقط برای از دعا که خداوند شفای عاجل برشان نصیب بگرداند. دعا که بیاد میکنم دعا سر دست خبر وقت میکنم 4 تا صغیری هست که هیچ متکان داره بابه مادریشان ماستم که من نگاه کردم بعد کس مرا در کنارش میگیرم مولوی صاحبا که تو مجاهد هستی خیر مجاهد نیستم خاک پایتان هستم که مرا قبول کنه که خدمت مرا قبول کنه الله آمین. بیا یک آغوش بتون. یک آغوش بتون. بخیر باشه. مرگ دست بتون. سر بلند باشه در پیش کل جوانا. بخیر باشه. بخیر باشه. چند نفر بتون؟ اون اونجا خانه است. بالک میمه بالا؟ 100 نفر بتون میشه؟ اختیار هستم. برو 100 نفر میتون برو بارک برش. سلام چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر بخیر هستین؟ خیراتی هستین؟ دیگه حالت میبینم شما را در می حالت ما را کلی مردم هم لذت دیده رایی است. خوب هستین دیگه سلام خوب هستین بخیر هستین ان شاء الله سلامت خانم. میبینیم کم نمازین در برنامه. والا چینل ما متاسفانه خراب شد دیشب خراب شد که همینجا باش بابا اینجا باش ما را بسیار جگر خون کرد. خانه خودت کجاست؟ خیرات هستم. چند کار کردی امروز؟ 30 روپیه. چند نفر نان خور داری؟ 10 تا. 10 تا؟ اینو میره ببر خانه ببر. خدا شما را بشه بیاره. سلامت خانه آباد. این از پول کمک شده یک شادخت است به نام قدسی است بیچاره مریض است برایشان دعا بکنید که خداوند برایشان شفای عاجل نصیب بکنه. جان بده. برو بخیر. خانه چیزی نداشتی ها؟ نه ای وای بچه بار
عبدالله در شب خانه معرض است. برو بخیر برو. این خداوند نصیبتون ساخته بود. برون بخیر. خود خدمت تمامی بیننده های یوتیوب چینل اسحاق زی صاحب بگوی که چینل را سابسکرایب کنه. همیشه تازه فال کردیم، دیشب خراب شده بود از ما. حتما خواهش میکنم که برنامه اسحاق زی صاحب سابسکرایب کنید و لایک کنید و کامنت کنید. ما آغوش نمیتونم که پر از آرد هستم که شما را باز پر از آرد میسازم. نه قربان. سلامت. خداحافظ. خداحافظ. بخیر باشه. خیر باشه. برای 100 روپیه میتونم. صحیح است؟ چقدر هست؟ یک دانه شما بر میشه. 100 روپیه میتونم برین. او تام خانه را. صحیح است؟ صحیح است. برو یک دانه را بار. یک دانه بار که برش. بیا. خاطر کنار بس. برو. کاکا. خانه ببر خانه. برو بخیر برو. برو بخیر برو. واقعا بیننده عزیز بسیار مشکل است توضیح عزیز. ما که به مجرد که رکشا را استاد کردیم 10 نفر دیگر رسید دیگه خیلی مشکل است واقعا چه رقم توضیح بکنیم. به هر صورت دیگه خانه خدا نصیبش ساخته بود. صدا هم کرد که دعا میکنم خداوند دعایت و درگاهش قبول میگرداند و برای شادق قدسی هم شفای عاجل میخواهیم و همچنان از بیبی جان شادق قدسی هم تشکری میکنم که اونا هم در کنار همچنین افراد قرار گرفتند. بیننده عزیز در دروازه بلخ بولانی را که بیروبار و ازدحامش اینمی وطندار عزیز ماست و چند دانه همسایه دارن. اگر به مزار شریف سر میزنین و جایی برای افطار پیدا نمیکنین یا بولانی را جایش ندیدین اینم پیش دیر نظرگاه رستوران بینین. این استاد در خدمتتون است. سلام علیکم. علیکم السلام. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ ماه مبارک رمضان بخیر میگذره؟ شکر بخیر میگذره. سلامت باشیم. نام تو؟ نامم نورخان. نورخان؟ بله. مصروف پختن بولانی هستی؟ مصروف پختن بولانی است. دوغه کی جور کردن؟ دوغه یک 20 لیتر شاگردای ما جور کرده بود که آمدم که گفتم نمک انداختن گفتن نه. بوتلا را پر کرده دیگه گفتم پس از سر نمک بندازه. نه رفته بشکار از او ولی خب ماه مبارک رمضان هم است ولی اون نمکش زیاد است کم است چطور؟ چون خودی ما میفهمیم کار ما است که در یک تقاره چند پاکت نمک میره به اندازهش خودی میفهم که در چه اندازه نمک در اونجا ما ارائه کار است. چکی تان از چکی بلخ است یا شلگر؟ نه ماس از شلگر است. خود ما شلگری ماس ما از شلگر. من به خاطر که در شلگر که میرفتم 1 کیلو 2 کیلو چکیش می آوردن بسیار چکی مزه دار داره. چکیش خوبش از ممتا فکر میکنم در دوغ نتیجه نمیده. به خاطر که جور کنیم در بوتل اگر بندازیم چکش پایین میشن در سر شو استاد میشه. اگر چی در تقاره هم جور کنیم زیرش چکه میشن در سر شو استاد میشه. چند نفر اینجا کار میکنین؟ دمی یک میز مثلا؟ دمی یک میز فعلا خود ما هستم 4 تا شاگرد دارم. 4 تا شاگرد. شما معمولا چند سال میشه که فکر میکنید در این منطقه هستید؟ خودی من در اینجا که آمدم تقریبا 9 سال میشه. نه البته در بخش بولانی. در بخش بولانی تقریبا 1 سال 9 ماه شده. در این بخش تیکه میفروختین یا کار دیگه؟ اولین کاری که میکردیم در اینجا در بخش دستمال فروشی بودیم. اگر یادت باشه 8 ماه پیش اونجا یک ویدیو را گرفته بودیم. سایس ناو یادم اومد. این کلش فکر میکنم شلگری است. شلگری است. این شلگری است که فروشی هم شلگری در بخش منطقه شلگر گرفته خانه آباد. در ماه مبارک رمضان زیاد بولانی پخته میکنین یا در ماه دیگه؟ این تو بس ماه مبارک رمضان چون که بولانی زیاد تیر میشه دوغ قدر تیر نمیشه. 1000 1300 1500 هم تیر شده در ماه رمضان. بعد دیگه روزا دیگه دوغ زیاد تیر میشه بولانی قدر روش نداره. دیگه باز مثلا اینجا پخته میکنه در کراشوی سیار بار میکنه میبره شما بازوتون نیست؟ ما خودیم کارخانه دارم 4 شاگرد بالا دارم 4 شاگردم پایین 8 شاگرد. یعنی شما میتو توزیع سیار دارین؟ توزیع بله یک تا قاری تا در مدرسه میبره در قلی اردو میبره روزانه 100 تا 1.5 ساعت تا بیادر دیگه ما که در پهلوی ما ایستاد است همچون از خود ما 200 تا 300 تا میبره. کراچی دیگه ما که است 300 تا 400 تا شاگردار اونجا استارت کردیم در اونجا انتقال میدیم. ای ماشاءالله. شنیدیم که میگه زبان انگلیسی رو یک وقت تدریس میکردیم. والا زبان انگلیسی رو خو 1 سال تدریس کردیم. انگلیسی رو به نظرم که یک روز آمده بودیم مصاحبه کرده بودیم موضوع به نظر ما در کانون انگلیسی رسول خاوری. اونجا خواندین؟ اونجا خواندیم از اونجا فارغ شدیم چون اونجا تدریس هم کردیم.
چه وقت تدریس کردین؟ 3 سال؟ 3 سال تدریس کردم، تقریبا 1 سال میشه که در اینجا آمدیم. انگلیسی یک عادت داره. و علیکم سلام. انگلیسی یک عادت داره، همین تکرار که نکردی از یادت میره. بخاطر ما هم خواندیم. چقدر که ما شما ازش دور میشیم، اگه 1 بلیس فاصله بگیریم، از ما شما انگلیسی 1 متر فاصله میگیره. ما اگر بشیری هم خلاص کرده بودم، از پیش استاد رسول خواری هم خوانده بودم، مسلم هم خلاص کردم، سرتیفیکیتش هم گرفتم. این حال یک وقت یک خارجی اگر برابر شویم انگلیسی صحبت میکنیم، در غیر اون صورت انگلیسی صحبت نمیکنیم. باز از یاد متاسفانه رفته. شاید از یاد شما کمی رفته باشه. او قدر نه خو کم دیگه. مصرف کاروبار که شده مال وقت من طرف شوم، مصرف کار تیکاست که وقت نیست که یگان چیز را تکرار کنیم. البته دوستای هست در واتساپ خیلی مسیج میکنه. در 2 روز بعد 3 روز بعد یک رسیدگی میتونم در واتساپشان. خدایی تو آنلاین دیگه نمیشه. بازنامه مبارک رمضان در وقت خوبی خی نمیشه. در وقت خوبی خیج دیگه وجود نداره که ما تو وقت. می‌دارم یک افطاری سر بخوریم که از بولانی شما افطار بکنیم بخیر. ان شاء الله تعالی ما در خدمت هستیم. خانه آباد استاد جان، سلامت باشین. بخیر باشین. خدمت باشین. خانه آباد بخیر باشین. بینندگان عزیز، اگر تکه میخرین در اینجا دیگه تکه خیلی ارزان است، به خاطر که اینا دکان ندارن، مثل دیگرها برای کرایه نمیتن. اینمی تکه را نمیفهم که پیشتر میتونه چند گفتن. ما یک پرسان کنم. لالا جان سلام علیکم. و علیکم السلام. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر و خیرات؟ نامتان؟ نامش ضیاء الحق است. ضیاء الحق. لالا ضیاء الحق چطور هستین امروز ماه مبارک رمضان؟ الحمدلله شکر فضل. بخیر میگذره؟ خدا را شکر. هزار بار. تکه شما ما پیشتر متوجه بودیم اینجا بسیار ارزان است. همین تکه را در دکانا شاید 120 افغانی 130 افغانی بگویید. 100% 120 110 کمتر از 100 نمیته برادر. به خاطر که ما این علاقه برشان اورم هرچی هست. به خاطر که برادر ما لیلامی میاریم، ارزان میدیم، میگیم بانک مردم اقتصادی است بخرم. روز اول رمضان فکر میکنم که آمدید؟ نه، دوم رمضان. دوم رمضان. این تکا مثلا چند است اینا؟ این تکا برای ما خود ما 66 روپیه 65 روپیه ما 80 روپیه اعلام میکنیم. از کفایت میگیرین شما؟ از کفایت میگیریم، از چیز آریا مارکت میگیریم، از همه جای میگیریم. بخو فایده نمیگیریم. من پیشتر متوجه بودم فکر میکنم 75 افغانی فروختیم. 75 هم فروختیم. پولدار پولش میگیریم، به پول دعایش میگیریم. ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله سبحان. روزانه چند چی میگین امیر؟ یک توپ میگین. چند توپ به فروش میرسه؟ برادر 30 توپ 40 توپ 50 توپ برابر شود 100 توپ. تو کار خداوند است، چون ارزان است دیگه. همین قیمت ترین تیکت چند است؟ قیمت ترینش 73 روپیه میه. 73. باز شما چند میفروشید؟ 80 روپیه. 80 افغانی. 80 روپیه. اولین بار است که یک دکاندار با انصاف میبینیم. اگر 5 افغانی میگیره 7 افغانی میگیره، تو گفته میگیره. خانه شان آباد تا چند بجه رسین باز؟ تا شام از آن دادن هستیم. افطاری رو خیلی میکنیم. افطاری هم میکنیم، تا خوش میکنیم، وقتی ترابی میریم به طرف خانه. خانه آباد بخیر و سلامت باشین. بخیر که خدمتتان ان شاء الله باز ما میایم بخیر. خانه آباد بخیر باشین. پیش یکی از وطندارای عزیز ما هستیم که عطر میفروشد. در نزدیکی عید پیششان بیاین، خوب عطرای نامدار اگر بگوین شاید داشته باشن. یا از یگان تا ماشین نمیگه عطر روزه را میشکنن. نظر شما چی است؟ اول سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ شاید شوخی کرده باشه به نظر من. بله خوب است ان شاء الله. سلامت بخیر باشین. نامتان؟ حکمت الله سنگری هستم، باشنده مزار شریف. حکمت الله جان چه خواهم میشین جای دکان عطر فروشی دارین؟ دکان عطر فروشی خود تقریبا یک مدت کم میشه درست کردیم دیگه. یک ماه میشه؟ نه زیادتر میشه. یک 2-3 ماه میشه. 6 ماه شاید. 6 ماه زیاد عمر است. در کجا فعالیت داشتین؟ اول ما مرکزی ما کابل هستم. گلای دواخانه بله حکیم صنایعی. از اونجا مزار آمدین؟ مزار شریف هم از در ولایت یک نمایندگی داریم. در مزار شتانه نمیجا است دیگه؟ نه اینجا ما پیشتر هم است، راسته سه دکان هم است، چند نمایندگی است. ما در کابل شهر نو رفته بودم، از یک نفر پرسان کردم یک عطر به نام اود بود. چی بود؟ قیمت‌ترین اود عطر دنیاست گفت. بله اود هم است، عطر عربی است. قیمت است؟ قیمت است بله. اینجا به خوبترین عطرتان که مردم معمولا روز عید رمضان استفاده میکنن، یک ذره خوب بوی میده. یگان تا مثلا تبش تیز میخواد، یگان تا نرم میخواد. ولی کدامش است برای ما یک نشانه کنید؟ مختلف است دیگه. عطرای بوی سرد داره، بوی هر رنگ است دیگه. برای ما چه قسم عطر میشه اینا؟ برای شما عطرای فرانسوی خوب عطر است میشه بیاید. یک نمونهشون برای ما نشون بدین. بله
برای فعلا عطر بکرادروش خیلی مد شده. خب ای است از لحاظ ماندگار ما که جناب برای شما گفت اشاره نو مشتریای ما هستن. خب از ما کار عمده است در اصل. خب کمپانی کیوا و کرنسا پیش ما جنسی است که به غیر از ما شما از کجا میرین؟ ما از هندوستان اسپانیا میریم. بعضی عطرام از فرانسه میریم. دیگه عطریات امراد باز مربوط ما میشه. تقریبا یک 10 شعبه برای فعلا در افغانستان داریم. ماشاءالله 10 شعبه. بله باز مرکزی ما در کابل است. کلای دواخانه کد سنگی است. بله دیگه عطر با کرادروش از لحاظ ماندگار کیفیت خیلی عطر بالا. چند روز مثلا میره میمونه؟ این وقتی که ما از کمپانی خریداری میکنیم برای ما ماندگارش یک هفته میتن. شما برای مشتری چند روز؟ برای مشتری ما 3 روز میتیم. چون یک هفته بوش میمونه در کلایتان. 3 روز بوی پخش کننده داره و 4 روز دیگه بوی خشک در داخل کالا داره. این تیز است، نرم است، چه رقم است؟ بسیار یک رایحه آرام داره، جذاب، شیرین، بوی آرام داره. ماندگارش هم یک هفته گارانتی میامد براتون. این با سی سیش چند است؟ سی سی از 150 افغانی میام اصلش. 150 افغانی سی سیش که کیلوش میاد باز 1,50,000 روپیه. این عطر 1,50,000 میاد. این عطر کجاست؟ این عطر مربوط کمپانی کیوا میشه. نه از اسپانیایی است، فرانسوی است. نه کمپانی کیوا هندوستان است. بله در خود هندوستان تولید میشه یا نه از جای دیگه میاد؟ نه خود هندوستان تولید میکنه. به نظرت از چی باشه؟ معلومات داریم؟ بخاطر معلومات داریم چون عطر از چیزای بسیار چیزای طبیعی هم است و دیگه گفته بعضیا از چیزای کیمیایی هم جور میشن دیگه. از مرج سیام جور میشه، از گل هم جور میشه، با چیزای کیمیایی جافتر هستن. از یک دم قطر قیمتی داریم؟ قیمتی باز مسک پیغمبری کمپانی اجمل داریم. بازور یک سیش چند؟ یک سیس 250 افغانی میاد. یک سیش 250 کیلو 2,50,000 روپیه میشه. کیلو اصلیش؟ بله. چطوری تو کم اصلا مردم کشیده چه قسم؟ دیگه تاگپ هست که وقتی ما اینجا مال وارد میکنیم هر کس به کار خوب و خراب خود داره. دقیقاً. و مالی که ما وارد میکنیم قیمت میاد. کسی که میخواد مال با کیفیت استفاده بکنه باید چیزای خوب بگیره دیگه. درسته؟ و بعضی نفر از پاکستان عطر میاره. از پاکستان باز عطرای میارن که مثلا اگر با کرادروش برای ما به کیلو 1,50,000 برای از اون کیلو 10,000 و 15,000 روپیه. این امروز میکس میکنن نرخ ارزان سودا میکنن که بازارم خراب میشه. قسم همین موضوع میگه که ارزان ویلت نیست، قیمت بهیمت نیست. بازنام افغانستان هم بد نشده و اینه که افغانستان مال خوب نداره. گرچه افغانستان بهترین مالا میه، بهترین چیزا در افغانستان میه. این ولی ایره یک سیش مجبور ماست پشتم بگیرن. خوب فدای سرتون. زور ما میرسه ماشیم همکار ما بسیار عطر دوست داره. خیلی عطر باز دمی واسکتی می همکار ما بزنن که عطر خیلی دوست داره. دکان خودتون از هر چی خوشتون میاد. قربانتان سلامت باشین. هر وقت که میای اینجا خودت قیمت نماد نیست. سلامت. انا آباد بخیر باشین. بگین اندیوال براتون میگه عطر بزنه که اینه اینه دیگه چی میگه؟ خانابت بسیار زیاد تشکر. یک کار خیلی بزرگی را میکنیم. قربانتان. خدا با خوب پیشرفت میکنیم. یگان توفا میتونید برای ما؟ والا این خب عطر لاکوست که است خود استفاده میکنیم. خوبیش است؟ بله. شما که خودتان استفاده بکنید حتما در ما یک چیز خوبشان میگیم. بازیر سی شان چند است؟ سی لاکوست میام از کمپانی کیواست 30 افغانی میام. 30 افغانی. اگر کسی یه مزامکار ما بسیار زیاد تشکر. خانه بود در جستجوی عطر خوب هستید و این دوست عزیز ما خیلی اطلاعات دقیق داشتن دیگه. نمیشه پیش کجا بگیم؟ عطریات میلاد. عطریات میلاد دیگه. رو برای چی بگیم؟ دروازه برهم بگیم میشه دیگه، یا در نزدیکی نظرگاه رستوران یک ذره پیش بین این نمیشه هستن، یا رو برای قندیل فروشی کریستال دیگه چی میخواین براتون؟ یعنی دیگه برگ صاف صوفی درویش گرچند لازم نبود. خب بازم حسن مهمان نوازی تان هستن. سلامت باشن. سنگری بر شما تحفه است. واه بیشک بیشک بیشک. سنگری جان کس لالای کلان ماست دیگه. ها بله بله بله. اختیار داره ماست. اینا کیرم جان تام بزنم. واه واه. اینا ولی هزار کس از ما پرسان کنه میگه پیش میلاد جان برین. عطر فروشی میکنه. گرمی خوب است. بوی سرد داره. خب این بله لاکوست سبز. بله بله. خب خانه آباد در کاروبارتان برکت. سنگری صاحب قربانتان سلامت باشین، بخیر باشین، بخیر باشین. این توفی ما این توفی همکاریم شد اینجا. این توفی همکاریم است. این دیگه عطر میگفتی این عطرم برات خریدم. بیننده‌های عزیز ما باید خانه برم یک ذره آرد ببرم که امشب آقای خانم مگه فکر می‌کنم آقای خانم خانه تصمیم داره یک نفر هم است
ما باید برم یک ذره آرد ببرم، چیزایی که برای خانم ضرورت است برای ببرم و همکاری بکنم امروشون. از شما هم تشکری ویژه میکنم. اگر میخواین که در ماه مبارک رمضان در کنار هموطنان عزیزتان باشین، شماره ما روی صفحه تلویزیون و تلفنتان هستن. پیسه بی شکل آماده 3 نفر البته. او را بخیر ان شاء الله ما فردا بخیر برای 3 نفر مواد خوراکی میگیریم. یکی نصیب قسمت کی میشه دیگه خدا میدونه. تا فردا خداوند حافظتان باشد.